پلیس روسیه با جلب کارمندان فسب و روزگواردیا روز جمعه 8 سپتامبر سال 2023 در مسجد جامع شهر کراسنودار رید گذرانیده اسناد مهاجرانی را که از نماز جمعه بیرون می آمدند تفتیش کرد و گفت شاهدان کارمندان پلیس فقط آنهایی را که شهروندی روسیه را داشتند بازداشت می‌کردند و با خود می‌بردند. در شرح این عمل مسئولان رید و مهاجران گفتند که هدف آنها معین کردن آنها است که شهروندی روسیه را به دست آوردند ولی خود را در کمیساریات‌های حربی ثبت نکردند. در ویدیو نشر شده دیده می شود که نمازگزاران از رفتار پلیس در عموم و برخورد خشین افسران عموم و صبر علل خصوص اظهار ناراضگی می کنند. روز 8 سپتامبر چنین رید در مسجد شهر ورخنیای پیشمه ولایت سوردلوفسک نیز دایر شده ناراضگی نمازگزاران را به بار آورد. والری گالریخ سخنگوی پلیس این ولایت گفت هدف رید در کمیساریات‌های حربی ثبت نام کنانیدن مهاجران صاحب شهروندی روسیه بود و کارمندان پلیس روز 8 سپتامبر بعد نماز جمعه با دست 33 نفر دعوتنامه ها به کمیساریات‌های حربی را سپردند. قبلا چنین ریدها و بازداشت‌های مهاجران صاحب شهروندی روسیه در چندین شهر دیگر این کشور از جمله در سنت پترزبورگ و مسکو نیز مشاهده شده بود. کوشش‌های در کمیساریات‌های حربی مجبوراً ثبت نام کردن مهاجرانی که صاحب شهروندی روسیه شدند در حال صورت می‌گیرد که بنا به خبرهای دریافتی حکومت پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین در جنگ ضد اوکراین با کمبود شدید نیرو مواجه شده در فکر اعلان معرکه نو موبیلیزاسیون است. معرکه یکم موبیلیزاسیون در تیر ماه سال 2022 دایر کرده شد و در جریان آن بنا به اطلاع وزارت مدافع روسیه بیش از 270,000 نفر به ارتش جلب شدند. 10,000 آنها را نیز مهاجرانی که صاحب شهروندی روسیه شده بودند تشکیل میدادند. همچنین هزاران مهاجر دیگر با امید زودتر به دست آوردن شهروندی روسیه و هزاران محبوس از زندانهای روسیه با امید زودتر به آزادی رسیدن با وزارت مدافع این کشور قرارداد بسته به جنگ ضد اوکراین رفتند. برخی منصبداران بلندپایه و سیاستمداران نزدیک به کرمل به مثل الکساندر باستریکین و سرگئی میرونوف روی راست اظهار می‌دارند که باید صداقت مهاجران شهروند شده را حتما با فرستادن آنها به جنگ ضد اوکراین انتخاب کنند و آنهایی که از رفتن به جنگ سرکشی میکنند از شهروندی روسیه باید محروم کنند.